وزیر صحت لبنان در تازه‌ترین آمار نشر شده از حملات اسرائیل در جنوب لبنان گفته است که از سه‌شنبه گذشته تا اکنون 1645 تن زخمی شده است. در این حملات دست کم 490 تن کشته که در بین کشته شده ها بیش از 90 کودک و زن نیز شامل است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در آمریکا ولادیمیر زلنسکی را بزرگترین معامله‌گر تاریخ خواند. او که در جریان کارزارهای انتخاباتی ایالت پنسیلوانیا به هوادارانش سخن میگفت، گفته است که اگر در انتخابات پیشرو برنده شود، با پوتین و زلنسکی خواهد گفت که باید صلح کنند. شرکت هوایی فلای دبی و العربیه اعلام کرده است که تمامی پروازهای خود میان بیروت و امارات متحده عربی را تا 48 ساعت دیگر لغو کرده است. این شرکت ها دلیل لغو این پروازها را تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته است. در همین حال فرودگاه هوایی بیروت امروز از لغو 30 پرواز به این فرودگاه خبر داده است.